منطقه زربنجان اصفهان، این کوه انرژی هسته‌ای ساعت 5:30 صبح صدای انفجار 3 تیر اومد. هیچ خبری نبود. صدا پدافند دفاعی بود، همین پدافند هوایی. این عزیزان که اینجا میبینید صدای ایشون ها بود و اونجا امون هیچ خبری نیست. حداقل توی منطقه که ما هستیم نه جای خورد نه جای آسیب دید. هیچ فضای اصفهان رو می‌بینید که کاملا شهر در امنیت و آرامش هست. مردم دارن زندگی عادی خودشون انجام میدن. فکر میکنم حدود 1-2 ساعت پیش نیمه شب صداهایی در آسمان اصفهان شنیده میشه که اون چیزی که ما اطلاعات کسب کردیم چند تا ریز پرنده در آسمان اصفهان حرکت میکرده که مورد هدف قرار گرفته و خب حالا تا این لحظه مسئولان امنیتی استان اطلاعاتی در این زمینه در اختیار ما نذاشتن. برخی از منابع هم گفته بودن که تأسیسات اصفهان مورد هدف قرار گرفته که اون چیزی که ما تحقیق کردیم این اطلاعات غلط بوده و هیچ جایی مورد هدف قرار نگرفته. اصفهان در امنیت و آرامشه و مردم دارن زندگی عادی خودشون انجام میدن. اطلاعات کاملتر رو در ارتباطات بعدی تقدیم خواهم کرد.